هر دوتاشون دوتا نوزادن که خودم دست و پا بهشون دادم. تعمیرش 4 بار تا الان این داستانا رو داشتم که بچه‌های خود شادیاب به عنوان مثلا گذری اومده اینجا خیلی راضی بود. یا آدم‌هایی که سفر رفتن اینجا موندن یا حتی استاد خود بنده اومده اینجا و راضی بودن. نه حالا قلوب بخوام بکنن چون یه سری هاشون منو نمیشناختن. مرغ با پوره دونه وسط عسل فلفل تا اینو میگیم ملت میگفتن جالبه. بعد آفرین جالبه، جدیده، هیجان انگیزه، ریسک داره. ریسک کنید واقعا پشیمون نمیشه تو چی بود. این راست خیلی قبل‌تر از همه این داستانا یه زمانی اگه خاطرتون باشه حالا من یادآوری میکنم جدیدن اومده به خط که من حرف قدیم میکنم حضرت میازنان عمده شده یاد یعنی بعد شده برای همین الگیو میاریم چون چاق نمیشه. من شکل من شهر برم خب کار کن تا ازت بگی من چاق بشم کلا همونجاست فقط تنظیم بنشی که بلند میکنه یه نوع خودکار موته. خوبه دیگه. میدونید به خاطر که لاغر میشم اگه بیام پیش کارگارم اونجا میشونم که وزنم متعادل نگرد.